سرخط مهمترین خبرها: یک سازمان حامی حقوق از سرنوشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی نگرانی کرد. تشویش دختری الکسی نوالنی از وضع پدرش و از مردم پاکستان خواستند کمتر چای نوشند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 22 ایون است. هومن رایتس واچ، یک سازمان حامی حقوق بشر، بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از مقامات طلب کرده است آنها را فوراً آزاد کنند. این سازمان معروف روز 21 ایون با نشر اظهارات گفت این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان تعقیب شدند. سینت سلطان علیف، محقق هومن رایتس واچ، گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام‌ها علیه آنها بیکار کرده شود. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکردند. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی مأموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه بازداشت شدند. دلیر امامعلی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر می شود. عبدالله غربتی را به لطوکوبی یک کارمند پلیس گمانبر می دانند. دلیر امامعلی اتهام را قسماً قبول کرده است، اما عبدالله غربتی آن را قطعاً رد کرده است. سازمان هومن رایتس واچ از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی کرده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمد شعیبه را بازداشت کردند. در اظهارات هومن رایتس واچ همچنین از حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش وریم یاد شده است. حکومت تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارد و مانع گذاری برای فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران را قطع کند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تامین است. ضمناً پیوندان دلیر امامعلی بلاگر بازداشت شده تاجیک با او ملاقات کردند. نزدیکان این بلاگر گفتند دیدار آنها روز 20 ایون در توقیفگاه موقتی صورت گرفت. پیوندانش زیاد نخواستند که درباره این دیدار صحبت کنند، تنها گفتند احوال دلیر امامعلی خوب است. اما با گذشت یک هفته تا حال نزدیکان عبدالله غربتی نتوانستند با او ملاقات کنند. طبق اطلاع دریافتی عبدالله غربتی تا حال اتهام علیهش اعلان شده را قبول نکرده است. عبدالله غربتی را به لطوکوبی یک کارمند پلیس متهم می‌کنند. بینندگان عزیز، ما این موضوع را همه روزه پیگیری داریم و در صورت پیدا شدن اطلاع بیشتر شما را در جریان می‌گذاریم. دختر الکسی نوالنی، رهبر زندانی مخالفان روسیه، گفت از وضعیت پدرش نگران است. نوالنی را هفته گذشته به زندان شرایطش سخت‌تر بردند. داشا نوالنی روز 20 ایون در صحبت به شبکه خبری CNN گفت شرایط در محبسی که پدرش را به آنجا بردند از زندان‌های معمولی خیلی فرق می‌کند و این زندان را یکی از خطرناکترین و معروفترین زندان‌های نظامی روسیه نامید. به گفته داشا نوالنی به پدرش اجازه نمی‌دهند که به جای رود و نیز اجازه نمی‌دهند که مردم با او در تماس باشند. این منتقدی سرسخت حکومت پوتین روز 14 ایون به کلانی اصلاحی رقم 6 در شهرک میلخوو در 250 کیلومتری شرقی مسکو برده شد. دادگاه روز 23 مارس امسال او را به گناه قلابی و تحقیر دادرس به 9 سال حبس محکوم کرد. خودش عیب‌نامه ها را رد کرده است. حکومت پاکستان به دلیل بحران اقتصادی از مردم خواسته است که چای نوشی را کمتر کنند. چای یکی از 5 محصولات اساسی غذایی است که پاکستان وارد می‌کند. در 2 سال اخیر مقامات این کشور جهت واردات آن 500 میلیون دلار صرف کردند. با وجود آنکه در پاکستان زمین‌های زیادی برای پرورش چای موجود است، تاکنون دولتداران در این زمینه اقدام جدی روی دست نگرفتند. در این باره شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. دعوت کاهش نوشیدن چای که از طرف حکومت پاکستان نشر شد مردم این کشور را به 2 گروه تقسیم کرده است. दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं
روز 14 ایون در اسلام آباد وزیر نقشه‌گیری و رشد پاکستان احسان اقبال با اشاره به ضرورت کاهش واردات و حفظ ذخیره اسعار خارجی دعوت کرد که هواداران چای روزانه از 1 و یا 2 پیاله بیشتر ننوشند. او خاطر نشان نمود که چای با اسعار خارجی وارد می شود و حالا کشور مجبور است از خارج قرض گیرد. به قول وزیر این اقدام برای جلوگیری از بحران مالی مطرح شده است. تاجر ولید انصاری همراه با یکی از دوستانش برای شکستن تشنگی به چایخانه سری راه در آمده است. ما مردمی را می‌دانیم که روزی 5 یا 6 پیاله چای می‌نوشند. آنها اکثرا در بیرون کار می‌کنند و وقتی خسته شدند به چایخانه آمده خستگی خود را می‌برند. اگر ما حتی 1 پیاله کمتر چای نوشیم، وضع اقتصاد و وارداتمان بهبود می‌یابد. پاکستان به طور عاجل به اسعار خارجی احتیاج دارد. فعلا ذخیره اسعار این کشور تا 9 میلیارد و 200 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است که تنها برای واردات در دوام 45 روز آینده کفایت میکند. ولی بسیاری ها باور ندارند با کاهش چای نوشی وضع کشور تغییر می‌یابد. مردم ما هیچگاه چای نوشی را کم نمی‌کنند. اگر به آنها گویید که چای نوشی را کم کنید، شما باید به آنها تمام مشکل‌های اقتصاد را هم شرح دهید. من فکر نمی کنم که این عمل باعث تغییر وضعیت شود. सारी चीजें आपको पहले आवाम को बतानी पड़ेंगी तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें फर्क आना होगा. پاکستان با 220 میلیون اهالیش بزرگترین وارد کننده چای در سراسر عالم به شمار می رود. سامانه استاتیستیکا کام که درباره وضع اقتصادی گلوبالی آمار نشر می کند ابراز داشته است که سال 2020 پاکستان با مبلغ 590 میلیون دلار چای خشک وارد کرده است. بالاروی نرخ مواد غذایی و نفت و گاز پاکستان را در حال ناگوار قرار داده است. اخیراً حکومت این کشور واردات تمام نوع‌های مال و کالای زینتی را منع کرد تا حداقل کسر اسعار خارجی را جبران نماید. پول ملی پاکستان به پایین‌ترین قربش در مقابل دلار آمریکا افتید. روز 15 ایون 1 دلار آمریکا به 206 روپیه پاکستانی برابر شد. وزارت مالیه پاکستان میگوید با هدف اجرای تقاضای صندوق بین‌المللی پول تقدیم یارانه و یا سوبسیدیا برای جبران بالاروی نرخ مواد سوخت را کاهش می‌دهد. از 26 می به این طرف این بار سوم است که حکومت پاکستان یارانه مواد سوخت را کم می‌کند. بهروز خواجه‌زاده گشتگیر معروف تاجیک بعد 2 سال تبابت در یک از مسابقه‌های بانفوذ شرکت می‌کند. قرار است از 24 تا 26 ایان در شهر اولانباتور مغولستان مسابقه تاسکلاهی بزرگ برگزار شود. تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. هر 3 پهلوان تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکوف هر دو در وزن تا 73 کیلوگرم و امیرجان نسیم‌زاده در وزن تا 90 کیلوگرم در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. بهروز خواجه‌زاده پهلوان معروف تاجیک پس از 2 سال معالجه به تمرین آغاز کرده است. به گفته او فعلا توجهش به مسابقه‌های بین‌المللی است و فدراسیون جودوی تاجیکستان نام وی را در برنامه و نقشه‌های تهیه کرده اش شامل نموده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان به قازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 ایون را فرا می‌گیرد. 22 ایون سال 2003 بنابر نتیجه های نظرپرسی عمومی در تاجیکستان مهلت ریاست جمهوری در قانون تغییر یافت. به یک شخص حق داده شد که 2 دوره 7 ساله در کرسی ریاست جمهوری کار کند. چون این تغییرات به قانون را همچون قدمی دیگر به تمرکز قدرت در دست یک نفر انتقاد کردند. 22 ایون سال 2016 دفتر آزادی‌های شهروندی سازمان فعال حامی حقوق سربازان بعد 4 سال دوباره حق فعالیت دریافت کرد. حق فعالیت دوباره سازمانی که با فاشکاری‌های خشونت در ارتش نام برآورده بود تحت فشار جامعه جهانی امکان پذیر شد. 22 ایون سال 2018 قروتاب تاجیکی نخستین بار در یک نشریه آمریکایی معرفی شد. نشریه آمریکایی The New Times طرفخانه نوی دوشنبه کافه را در مرکز شهر نیویورک معرفی و آمریکایی ها را به چشیدن قروتاب تاجیکی دعوت کرد. دوشنبه کافه یکی دیگر از طرفخانه ساخته مهاجران تاجیک در آمریکا می باشد.
قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته در تاجیکستان تقریباً به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 177 سامان برابر بود. 100 دلار آمریکایی باشد به 1000 سامان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 22 ایون چنین است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.